سلام عزیزای دلم، خیلی خوشحالم که بالاخره وقتش رسید که بتونم این ویدیو رو برای شما ضبط بکنم. کلی حرف هست برای گفتن که امیدوارم چیزی رو جا نندازم و بتونم که همه سوالاتی که توی طی این 1 سال حداقل از من پرسیدین رو بتونم به خوبی و به درستی جواب بدم بهتون و همه چی رو شفاف و کامل بتونم توضیح بدم که دیگه بریم سراغ کتاب بعدی. تا امروز دارم ضبط میکنم میشه سپتامبر 21 2024 تقریباً 5000 نفر کتاب منو خوندن، چه خود کتاب چاپیش چه کتاب متنی که توی تلگرام هست یا کتاب صوتیش که توی تلگرام هست، همه اینها روی هم 5000 نفر میشه. فوق العاده است. یعنی اصلا من هیچ وقت نمیتونستم تصور بکنم که این بخش از زندگیمو 5000 نفر میخونن راجبش. از همتون تشکر میکنم واقعا از ته دلم، چون که میدونم که این کتابی نبود که خوندنش راحت بود. میدونم که قطعاً خیلی هاتون، مخصوصا کسایی که من دوست دارن، میدونم که قطعاً ناراحت کننده بود و اذیت شدید، ولی با این حال خوندید چون که میدونستید که برای من مهمه که شما این چیزا رو بدونید. اگر که من نمیخواستم که شما یه سری چیزا رو بدونید، مطمئن باشید که من نوشتم راجبش. من میخواستم که بالاخره یه سری چیزا رو راجب من شما بدونید و اینا یادتون باشه که این فقط بخشی از وجود و زندگی منه. خیلی 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 چیزای دیگه باقی مونده است که نمیدونین راجب من. منتها این شروعش بود و خیلی خوشحالم که شماها رو دارم و میتونم که زندگیمو با شما به اشتراک بذارم. یعنی واقعا اینو دست کم نمیگیرم، یه نعمت خیلی بزرگیه. و از زمانی که من این کتابمو نوشتم واقعا حس میکنم که آدم متفاوتی شدم. حس میکنم که خیلی نسبت به قبل سبکتر شدم. یعنی الان شما متوجه میشین دیگه، همه این چیزایی که من توی کتاب نوشتم داخل خودم سالها بود تا اینکه دیگه تخلیه شدم. میدونید چقدر میتونه این اتفاقات آدمو از درون نابود بکنه وقتی که نتونه با کسی به اشتراک بذاره. ولی بالاخره من تونستم و از اینکه شما شنیدین داستان منو ازتون واقعا ممنونم و دوستتون دارم. این کتاب من حدود سال 2020 شروع به نوشتن کردم و لابلای کارهام بود بیشتر، زمانایی که آزاد داشتم و بیشتر اینو شروع کردم به خاطر اینکه میخواستم خودم رو تخلیه بکنم از این حسهای بدی که درونم بودن. یعنی من هر زمانی که تنها بودم، هر زمانی که میخواستم بخوابم قبل از خواب، انگار تک تک این اتفاقاتی که توی کتاب نوشتم براتون جلو چشمم می اومد. یعنی انگار داشت آزارم میداد. و خیلی از زمانها توی زندگیم، حتی تو کتابم بهش اشاره کردم، که وقتی که اتفاقات زیاد از حد بزرگ میشد برای من و منو اذیت میکرد، کاری که میکردم که به من کمک کرد این بود که مینوشتم. توی کتابم نوشتم، بهش اشاره کردم که مینوشتم. حالا زمانی که تو هند بودم یه سری یادداشت‌ها رو داشتم که مثلا اتفاقات روزی که خیلی برام از سخت بود مینوشتم و بعد از چند روز، بعد از چند هفته اینا رو همشون رو مینداختم روی آتیش و میسوزوندم. و این کل این پروسه خیلی به من کمک میکرد که چیزا رو هی درون خودم نگه ندارم. منتها وقتی که از هند آزاد شدم و خارج شدم و وارد ایران شدم، انگار اصلا وقت نداشتم. مستقیم دور خودم رو پرتاب کردم وسط کار و همش مشغول بودم که انگار اصلا وقت نداشتم که بشینم و اصلا روش فکر بکنم که اصلا چه اتفاقی افتاده بود برای من. میدونی چی میگم؟ و نوشتن این کتاب واقعا به من کمک کرد که یه ذره به خودم فرصت بدم که این حس رو از خودم خارج بکنم، این اتفاقات رو از خودم خارج بکنم و خیلی به من کمک کرد. و کل این پروسه نوشتن تقریبا یه ذره بیشتر از 2 سال زمان برد و دلیلش این بود که فوق‌العاده نوشتنش برام سخت بود. فوق‌العاده برام سخت بود. یعنی الان که شما یه شبه میتونین کتابو تمام کنین و اصلا شاید به نظرتونم نیاد که یه کتابی بود که اینقدر زمان برد، ولی واقعا خیلی زمان بود چون نوشتنش خیلی خیلی سخت بود. یه سری از فصل‌ها خیلی بیشتر از بقیه، فصلایی مثل فصل
پرومیلا خیلی نوشتنش برام سخت بود. فصل پسر عمو خیلی برام سخت بود و فصل تجدید نظر، این 3 تا از همه بیشتر برام سخت بود و فکر میکنم این 3 تا با هم بیشتر از 1 سال زمان برد. 1 سال زمان برد نوشتن این 3 فصل، باورتون میشه؟ و حتی کتاب صوتی هم همینطور بود، یعنی این 3 تا فصل از همه بیشتر برای من زمان برد، چون اصلا نمیتونستم. یه جمله رو میخوندم دوباره نمیتونستم، چند روز روش فکر میکردم دوباره برمیگشتم یه جمله دیگه. حتی شما به کتاب صوتی هم که گوش بکنید شاید متوجه نشید که مثلا یه فصل اصلا توی چند روز و چند هفته و چند ماه متفاوت اینا ضبط شده و بعد کنار هم گذاشته شدن. خیلی زمان برد، خیلی، چون اینا خیلی واقعا برای من سخت بودند. منتها همین که همیشه دارم میگم، خیلی برای من لازم بود نوشتن این اتفاقات و خیلی به من کمک کرد. یعنی اون آدمی که الان هستم با اون آدمی که قبل از نوشتن کتاب بودم خیلی با هم متفاوتن. خیلی انگار مثلا واقعا 2 تا آدم متفاوتن. احساس میکنم خیلی شادترم، کمتر ناراحتم، کمتر تو فکر میرم، کمتر قصه میخورم. خیلی به من کمک کرد واقعا و به شما هم توصیه میکنم شاید به شما هم کمک بکنه که اگر یه چیزایی هست از گذشته‌تون که شما رو مثلا ناراحت میکنه، آزار میده، حتما بنویس. و این یه کاریه که من همیشه در حال انجامش هستم، همیشه دارم مینویسم. هر اتفاقی که تو زندگیم داره میفته من همیشه مینویسمش، چون از خودم میخوام تخلیهش بکنم. حتی اتفاقات خوبو همش دارم مینویسم. چرا؟ چون احساس میکنم که یه فضای محدودی من دارم توی سرم. چرا باید اینو پرش بکنم با اتفاقات گذشته که هی جا میگیرن انگار من نمیتونم چیزای جدید وارد سرم بکنم تا زمانی که اینا هی دارن جا میگیرن. خاطر همین هی همش من در حال نوشتن هستم و این پروسه خیلی 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 توی زندگی من کمک کرده به من. بعد از اینکه کتابو تمام کردم، آخرین فصلی که نوشتم، پیش خودم گفتم خب حالا چی؟ چون من که کتاب تا حالا که ننوشته بودم که بدونم که مثلا پروسش چیه، چی کار باید کرد. میدونستم که خب باید بالاخره ویراستاری بشه، باید یه کسی که وارده بهش نگاه بکنه، بخونه، نظر بده، یه سری چیزا رو مثلا به من بگه که بیشتر اطلاعات بنویسم راجبش، یه سری چیزا که تکراری رو حذف بکنم. و این یه پروسه باز طولانی بود به خاطر اینکه باید یه کسی که خارج از ایران بود رو پیدا می‌کردم و یه نفر رو از طریق یه وبسایتی به اسم Upwork پیدا کردم که تو آمریکاست. منتها متاسفانه به خاطر تحریما وسط کار من حساب کاربریم کاملا بلاک شد، یعنی اصلا حذف شد اکانتم توی Upwork که دیگه این از بدبختی‌های تحریمه که این حسابم کاملا پرید که مجبور شدم که یکی از دوستامون که خارج از ایران بود با اون کسی که ویراستاری میکرد کتابمو در ارتباط باشه. من برای این دوستم یه فصل میفرستادم، اون برای ویراستار میفرستاد، اون ویراستاری میکرد دوباره براش میفرستاد، اون برای من میفرستاد. اصلا یه داستانی داشتیم تا این کتاب بالاخره ویراستاریش تمام بشه. این خودش یه پروسه بود و بعد برای طراحی جلدش یه پروسه طولانی بود و بعد هم برای ترجمهش. یعنی همه اینها زمانهای زیادی بود و واقعا هم آدم تا زمانی که کتاب ننویسه اصلا نمیفهمه که کتاب نوشتن چقدر زمان میبره. اصلا یه چیز آسونی نیست. و قبل از اینکه من اصلا کتاب رو تمام کنم مثلا میخوندم، میرفتم توی فورم هایی که راجع به کتاب نوشتن بود، مثلا میخوندم نظرات بقیه نویسنده ها، مثلا سختی هایی که اونا هم میگفتن راجبش برای منم سخت بود. و اونجا بود که من خوندم که 50% از آدم هایی که کتاب شروع میکنن به کتاب نوشتن کتاباشون تمام نمیکنن. 50%. خیلی ها. و تا زمانی که ننویسی کتاب اصلا باور نمیشه. میگه خب میگه چیه؟ خب مینویسی دیگه، مثلا میگه چیه؟ ولی اصلا اینطوری نیست. خیلی سخته و من واقعا خیلی افتخار میکنم به تمام کسایی که این کارو کردن و کتاب نوشتن، چون خودم الان درک میکنم و میبینم که قدر پروسه سختیه. اصلا خیلی داستان داره، ولی خب واقعا خوشحالم که تونستم این کتابو تمام کنم
بعد از اینکه کتاب ویراستاری شد در واقع باید فکر میکردم و تصمیم میگرفتم که کجا چاپش بکنم. 2 آپشن داشتم، یا اینکه باید داخل ایران چاپ میکردم یا خارج از ایران. دیگه به غیر از این 2 دیگه آپشن نبود. من میدونستم که اگر من میخواستم داخل ایران کتابمو چاپ بکنم بسیار بسیار سانسور میشد. یعنی الان شما این که کتابمو خوندین اینا بهتر از همه میتونین درک بکنین که قطعاً و حتماً از اول تا آخر به نظرم سانسور میشد. بخش بزرگیش سانسور میشد و من نمیخواستم که حتی یک کلمه از داستانم رو کسی حذف بکنه. میخواستم داستانم رو کامل و همونطور که من نوشتم همونطوری خونده بشه. به خاطر همین تصمیم گرفتم که خارج از ایران منتشرش بکنم و این هم باز واقعا کار آسونی نبود. راه اندازی کانال‌های تلگرام اصلا کار آسونی نبود. خیلی کار پیچیده بود و هست. منتها همه اینها ارزشش داشت که کتابم سانسور نشه و اگه دوباره باید این کار میکردم و دوباره این پروسه رو باید میرفتم قطعا همین کار رو باز انجام میدادم و حتما برای کتابای بعدی هم خارج از ایران منتشر میکنم که سانسور نشه. ولی خب یکی از مشکلاتی که داشت برای منتشر کتاب خارج از ایران این بود که زبان انگلیسی خیلی راحته، به خاطر اینکه توی آمازون یه چیزی گذاشتن توی آمازون که شما میتونید به راحتی کتاب منتشر بکنین. یعنی شما در واقع فایل PDF تون رو آپلود میکنین و خودش و جلد کتابتون رو و خودش کتابتون رو تو سراسر جهان چاپ میکنه. یعنی هر کسی که سفارش میکنه در واقع خودش چاپ میکنه و خودش برشون ارسال میکنه. یه سیستم خیلی خیلی راحت و خیلی قشنگ و خوبی داره آمازون که برای نویسنده‌ها واقعا ایدئاله. منتها مشکلی که بود اینه که این برای زبان انگلیسی و یه سری زبانهای محدود دیگه‌ای بود. زبان فارسی این کار نمی‌کرد و این چالش بعدی شروع شد که این کتاب فارسی بس چجوری مثلا مردم بتونن بگیرن. و این چالش بعدی شد به خاطر اینکه من با آمازون آشنا بودم ولی خب از راههای دیگه بلد نبودم. ولی خب خوشبختانه از یه راه دیگه از طریق اینگرام سپارک، حالا کسایی که شاید دوست داشته باشن این کار رو در آینده انجام بدن، اینگرام سپارک یه جایی هست شبیه اون کاری که آمازون داره انجام میده، منتها برای زبانهای دیگه از جمله زبان فارسی هم میتونی کتاب منتشر میکنن و چاپ میکنن که من کتاب فارسی رو از طریق اینگرام سپارک انجام دادم که الان شما هم میتونید در سراسر دنیا در کتاب فروشی‌های مختلف کتاب فارسی آیا واقعا بنده شدم هم بگیرید. ولی خب میبینید که این پروسه خیلی پیچیده و طولانی بود دیگه تا برسیم به این مرحله. ولی خب خوشبختانه همش انجام شد و فوق‌العاده خوشحالم از این بابت و مطمئنم هستم که کتابای بعدی قطعاً به این پیچیدگی و سختی نخواهد بود، چون یه بار این مرحله رو رفتم فکر میکنم قطعاً خیلی راحت تر میشه برام. موقعی که داشتم این کتابا مینوشتم یکی از چالشایی که داشتم این بود که آیا واقعاً از آدم‌ها نام ببرم یا نه؟ مثلا یه نام دیگه اصلا برشون بذارم یا اصلا ننویسم راجع به یه سری از اتفاقات. و این خیلی برام پیچیده بود این تصمیم. یعنی تصمیم راحتی نبود. نمیتونم بگم از اول مطمئن بودم که همه چی رو میخوام بنویسم و منتشر بکنم. میدونستم که میخوام همه چی رو بنویسم چون میخواستم از خودم تخلیه بکنم، ولی اینکه همه‌شو هم منتشر بکنم یا نه این یه سوالی بود که من از اول مثلا واقعا مطمئن نبودم. منتها بعد از یه مدتی که روش فکر کردم دیدم که من که دارم این همه زحمت میکشم که کتابم سانسور نشه، چرا باید خودم سانسور بکنم؟ چرا باید خودم یه سری اتفاقات رو سانسور بکنم؟ اینها حقایقی بود که اتفاق افتاد. میدونی چی میگم؟ من قطعا مطمئنم که اون مترجم کنسولگری خوشحال نخواهد بود از اینکه این اتفاق توی کتاب من نوشته شده. منتها میدونی من به خودم چی میگم؟ به من چیه که تو خوشت نمیاد؟ خواستی نکنی این کارو؟ میدونی چی میگم؟ ما تا کی باید به آدم‌ها بگیم که اوکیه که اینطوری رفتار بکنن با خانم‌ها؟
اگر من حس میکنم اگر من این اتفاقا نمی آوردم تو کتابم، این آدم احساس میکرد که خب این نرگسم که مثل بقیه دخترایی که من آزارشون داده بودم اینم فراموش کرد، یعنی از انگار نه انگار. نه، میخوام اون آدم بدونه که هزاران نفر فهمیدن که من چقدر آدم مزخرفی هستم. روحانی بازی تاج و تخت هم همینطور. شاید از نظر اون اصلا مسئله بزرگی نبوده، میخواسته راجبه یه سریال اینطوری حرف بزنه. شاید از نظر اون اصلا مشکلی نبوده. بنابراین اگه مشکلی نبوده پس مشکلی هم نداره که من ازش اسم بردم. میدونی چی میگم؟ من هیچ وقت طوری با آدم رفتار نمی کنم که بعد اگه بخواد برای کسی تعریف بکنه من خجالت بکشم. هیچ وقت. من همینیم که هستم. بنابراین اگه افراد یه کارهایی میکنن که به نظرشون کار اشتباهیه، باید آماده باشن که یک روزی شاید اون آدم به بقیه هم بگه اون کار اشتباهشو. این نظر منه. من نمیخواستم سانسور بکنم. اگر من میخواستم که مثلا از روحانی بازی و تاج و تخت نام نبرم توی کتابم، باید از پسر عمو هم نام نمی بردم. باید از عمه هم نام نمی بردم. باید از برادرم هم نام نمی بردم. اون وقت میدونی این کتاب چی میشد؟ میشد نصف حقیقت. میشد نصف داستانم. نمیخواستم نصف داستانم باشه. میخواستم کل داستانم باشه. کل حقیقت باشه. و حتی حقیقت‌های راجع به خودم. یعنی من خیلی از چیزایی که تو کتابم نوشتم الان که بهش فکر میکنم خودم از خودم خجالت میکشم. یه سری تصمیماتی که میگرفتم، یه سری فکرایی که میکردم، یه جورایی که بودم، قطعا اون طورایی نیست که من الان هستم. منتها میخواستم صادق و حقیقت رو بگم، نه نصف حقیقت. میدونی چی میگم؟ و اون فکر میکنم قشنگ میکنه کتابو. تو نباید پنهان بکنی اون چیزی که واقعا بودی. من خیلی از زمانایی که تو کتاب احساس خیلی بدی داشتم، خیلی تنها بودم، خیلی ناامید بودم، قطعا الان اونطوری نبودم. مطمئنم الان یه جور دیگه هستم، به زندگی نگاه میکنم. الان خیلی متفاوت با مشکلات برخورد میکنم. ولی کتاب در مورد الان من نبود. کتاب در مورد اون زمان من بود و میخواستم حقیقت رو بگم که منم کم می آوردم. منم اشتباهات خیلی خیلی زیادی می کردم. من اون زمانا الکی به آدما بیش از حد اعتماد می کردم. خب شاید اون زمان می خونی که خب چرا مثلا باید این آدم پیتر سوزی بیاییم تو خونه خودت؟ چرا یه جای دیگر رو براش مثلا اجاره نکرده بودی؟ این کار کردم. آره شاید اشتباه بود. چرا اون زمانی که آقای نوریان گفت که بیای تو کنسولگری چرا همون زمان نرفتی باشون؟ آره اشتباه بود. منتها میخواستم حقیقت رو بنویسم. خب حقیقت این بود که من نرفتم کنسولگری به خاطر اینکه از آشورا تاسو میترسیدم. حقیقت بود. خب من نمیدونستم اصلا آشورا تاسو یعنی چی. من اینو نوشتم تو کتابم. حقیقت بود. خب شاید یه کسی دیگه اینو نمی نوشت. من یه کسی هستم که مکه رفتم الان. یه کسی بودم اون زمان که مثلا خدا را بی نهایت دوست داشتم و دوست دارم. منتها نمیدونستم آشورا تاسو یعنی چی. اینو نوشتم تو کتابم. نمیخواستم حقیقت رو پنهان کنم. بگم من همه چی میدونم. من خیلی آدم باهوشیم. من خیلی همه چی میفهمم. من همه چی جواب دارم برای همه چی. نه، اون زمان همونطوری که بود همونو نوشتم و همه اتفاقاتی که اتفاق افتاده بودن همونطوری که بود نوشتم. و اگر یه سری ها ناراحت بودن به خاطر اون نباید اون کارا رو میکردن. این نظر منه. میدونستم که یه سری از چیزایی که تو کتاب نوشتم شاید از نظر فرهنگ ایران سخت بود شنیدنش. میدونستم یه سری چیزایی مثلا دوست پسر داشتن، یه سری اتفاقاتی که حالا نوشتم توی کتاب که چیزای جنسی، مربوط به چیزای جنسی هست. میدونستم که برای فرهنگ ایران فوق‌العاده پذیرشش سخته.
منتها به همون حرف اولم برگشتم. نمیخواستم نصف حقیقت باشه. خب میدونستم که با گفتن اتفاقاتی که برای من افتاده تو زندگی شاید خیلی ها نظرشون راجع به من عوض بشه. منتها حقیقتاً برام مهم نبود و نیست. به خاطر اینکه تمام اون اتفاقات منو با اون چیزی که امروز هستم تبدیل کرد. چه خوب باشه چه بد باشه، همه اون اتفاقات، همشون. و من میدونم که من خوشبختانه اینقدر خوششانس هستم الان تو زندگیم که یه 2 نفر شاید با خوندن زندگی من بتونن یه ذره دردهایی که خودشون تو زندگی کشیدن یه ذره بتونه کاهش بده اون دردا. من مطمئن هستم که اون اتفاقاتی که برای من افتاد حتما برای یه سری از خانمای دیگه هم اتفاق افتاده و مطمئن هستم که شاید اونها راجبش حرف نزدند. من نمیخواستم که اونها حس بکنند که تنهان یا فقط برای اونها این اتفاق افتاده. میخواستم به اونها نشون بدم که برای نرگس هم این اتفاق افتاده، ولی نرگس الان رو ببین. به این معنا نیست که زندگی تو تمام شده. به این معنا نیست که تو دیگه لایق دوست داشتن نیستی. میدونی چی میگم؟ میخواستم حقیقت کامل را گفته باشم. این اتفاقاتی هست که برای من تو زندگیم افتاده و وقتی که تصمیم گرفته بودم که کتابمو بنویسم، تصمیم گرفته بودم همشو کامل بنویسم و کتابای بعدیم هم همینطور خواهند بود. و همینم که همیشه میگم، این کتاب فقط بخشی از زندگی منه و واقعا لحظه شماری میکنم تو بخشای دیگرش هم بدونیم. زمانایی که داشتم کتابا مینوشتم خیلی پیش میومد، زمانایی که داشتم فکر میکردم که خب اگر الان بود چجور رفتار میکردم، آیا همونطوری رفتار میکردم یا متفاوت بود. و خیلی به من کمک کرد و برام جالب بود که خودم در واقع با خودم حرف میزدم راجع به این مسائل موقعی که داشتم کتابا میخوندم. و یه سری چیزایی هست که اگر میتونم الان بگم که یه ذره پشیمون هستم. از جمله پشیمونم از اینکه یه ذره خشن‌تر رفتار نکردم با پسر عمو. یه ذره میتونم بگم از این پشیمونم که یه ذره تندتر نبودم با افرادی که از سفارت انگلیس اومده بودم. از این پشیمونم و همچنین پشیمونم از اینکه اون زمان متنهامو خودم نمی نوشتم، از سپهر کمک می گرفتم. تو کتابم نوشتم دیگه، من آپدیت های روزانه می نوشتم و می فرستادم، یعنی در واقع من به انگلیسی می نوشتم برای سپهر می فرستادم، اون ترجمه می کرد و منتشر می کرد، مخصوصا توی کانالی که توی تلگرام داشتم اون زمان. از این یه ذره پشیمونم به خاطر اینکه اون متنا رو که الان من می خونم میبینم که اصلا اونها من نبودم. اصلا من نبودم. انگار مثلا وارد یه فیلتر عمیقی میشدند اون نوشته ها. میدونی؟ ای کاش که از زبان خودم می نوشتم. اینقدر حس نمی کردم که نیاز دارم که یه کسی اینا رو برای من بنویسه. فقط بحث ترجمه نبود. میدونی؟ احساس میکنم که خیلی از مطالبی که می نوشتم حذف می شدن، چون مثلا و این به خاطر این نبود که مثلا از روی عمد یا از روی مثلا نیت خاصی باشه ها، ولی احساس میکردم که خیلی از حرفام سانسور میشدند، خیلی از حرفام کامل گفته نمیشد یا هر چیزی. و من فکر میکنم که این شاید یکی از پشیمونی‌های منه الان، که ای کاش اون زمان خودم مطالبمو مینوشتم، حتی اگه به فینگلیش بود، حتی اگه وایس های صوتی میذاشتم. فکر میکنم شاید بیشتر کمک میشد به شرایطم، شاید زودتر کمک میگرفتم، شاید اون اورژانسی بودن شرایطم رو بیشتر میتونستم برسونم اگه خودم مطالبمو مینوشتم. آره، فکر میکنم این 3 پشیمونی ها دارم. یکی پسر عمو، یکی سفارت انگلیس و یکی هم این که مطالبمو خودم نمینوشتم. از اون زمان کسایی که من هنوز باشون در ارتباط هستم، یکی آقای نوریان هست،
که همیشه و تا آخر عمر یک جایگاه فوق‌العاده خاص و عزیز دارن توی قلب من. واقعا ازشون بی نهایت ممنونم و اینو امیدوارم که توی کتابم تونسته باشم برسونم که چقدر برای من عزیز بودند و هستند و چقدر براشون احترام قائلم. خیلی 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 فراتر از کارشون عمل کردن. فکر میکنم بیشتر به خاطر انسانیت کار کردن و نه به خاطر شغلشون. اینو واقعا از ته دلم حس کردم اون زمان و آره ازشون ممنونم و هنوزم در تماس هستم باشون. یکی دیگه از افرادی که شما تو کتاب میشناسینشون لارس هست که هنوز با لارس هم در ارتباط هستم و لارس هم از اونم بسیار ممنونم که فوق‌العاده کمک کننده بود وجودش و آدم فوق‌العاده مهربونیه و الانم خیلی از زندگیش خوشحاله، خیلی توی رابطه خیلی خوبی هست به یه خانمی که مثل خودش مثل گل میمونه هر دوتاشون واقعا و خوشحالم که هنوز ما در ارتباط هستیم. لارس هم پس یکی دیگه از آدم‌هایی هست که من باش در ارتباط هستم هنوز. یکی دیگه برادرم هست با اینکه توی کتابم نوشته بودم که حالا حرف اون زمانم این بود که من دیگه هرگز با برادرم حرف نخواهم زد، منتها این دیگه حقیقت نداره. با برادرم حرف میزنم، میبینمش و به تازگی هم دیدمش توی کانادا. فوق‌العاده دوستش دارم و کاملا هم بخشیدمش و آره، ولی خب دوست داشتم تو کتاب اون حسای اون زمانا به خوبی بتونم برسونم و به این معنا نیست که مثلا با اینکه بخشیدمش به این معنا نیست که کارش درست بود و خودشم میدونه و راجبش حرف زدیم. منتها دیگه تصمیم خودم بود که ببخشم و بگذرم و اینم نمیخوام که یه جوری حالا بعدن تو کتاب ایرانم اینو بیشتر متوجهش میشین که من آدمی نیستم که الکی ببخشم. خیلی بیشتر اینو تو کتاب ایران میبینین. من با اون چیزی که دلم به من میگه، اون چیزی که احساس میکنم منو خوشحال میکنه، همون کار رو انجام میدم و احساس کردم با بخشیدن برادرم هم خودم خوشحال میشم، هم او خوشحال میشه و همین که کلن زندگی بهتری خواهم داشت با وجود اون. و دیگه کسی که باش در ارتباط هستم فکر میکنم خیلی خیلی البته کم دکتر رنانی بوده توی سالهای اخیر، ولی خب قطعاً به اندازه بقیه نبوده و کسی دیگه هم نیست که توی کتاب نام برده باشم ازش و الان در ارتباط باشم باش. یکی از چیزایی که خیلی ازم پرسیده میشد راجع به علی بود و اینکه آیا مثلا بعداً متوجه شدم که علی کی بود یا نه و جوابش اینه که نه، من هیچ وقت متوجه نشدم که علی کی بود. منتها من واقعاً به اون چیز درون خودم اعتماد میکنم که مطمئن هستم که گنگستر بود و این خیلی شاید عجیب به نظر برسه ولی خب به این موضوع واقعاً اطمینان دارم و مطمئن هستم که آدم دیگری نبود، مثلا مأمور نبود یا اطلاعاتی نبود. اون زمان هم مطمئن بودم که گنگستر بود ولی خب هر چقدر که زمان برد بیشتر به این پی بردم و اطمینانم فکر میکنم بیشتر شد که واقعا گنگستر بود و گفتنشم واقعا برام عجیبه ها. منتها نمیدونم، سعی کردم اینو تو کتابم بیارم، منتها شاید به کاملی نتونستم مثلا منظورم رو برسونم و الان سعی میکنم که بگم بهتون که یه حالتی علی داشت که با اینکه فوق‌العاده مهربون و آروم و خوب بود، فوق‌العاده به نظرم خشن و بد هم میتونست باشه. نمیدونم چجوری میتونم اینو توضیح بدم ولی این حسو گرفتم. یه حالتی که این که مثلا دیدی که مثلا راجب داستان گنگسترها رو که میخونی که اینا مثلا میرفتن تو روز آدم میکشتن بعد شب میمدن با خانوادهشون مثلا پیتزا میخوردن بعد آدم فکر میکنه چجوری اون آدم میتونه این آدم باشه. مثلا یکی این آدم ها یه همچین حسی رو از علی میگرفتم که با اینکه خوب بود یه ساید
فوق‌العاده وحشتناکی هم داشت. نمیدونم چی جونم بگم. این حسو ازش داشتم که خیلی میخورد به اینکه گنگستر بود و حالا چرا جذب داستان من شده بود نمیدونم واقعیتش. حدس من اینه که من برداشتی که داشتم این بود که اون هم پدر مادر نداشت. نمیدونم تو حرفامون اومده بود، حدس من بود، حرفی بود که حالا مثلا آقای امجدی گفته بود، آقای نوریان گفته بود، یادم نمیاد، ولی یه همچین چیزی رو حس کرده بودم که اون هم پدر مادر نداشت و دلیل اینکه جذب من و شرایطم شده بود و دلسوزی میکرد نسبت به شرایط من به خاطر این بود که درک میکرد فکر میکنم و عصبانی بود که یه کسی به خودش جرأت داده بود که همچین کاری رو به من بکنه. من یه همچین حسی داشتم واقعیتش، به خاطر اینکه حالا یه چند بار فکر کنم تو کتابم هم نوشتم که زمانهایی که مثلا با وکیلم حرف میزد اصلا انگار فرق میکرد صورتش، میدونی اصلا انگار چشاش یه جور دیگه میشد، یعنی حس میکردم این الانه که تفنگ داشت وسط فرق سر برادی مثلا شوت میکرد، یه همچین حسی میگرفتم واقعا که این میتونه آدم بکشه، یه همچین حسی داشتم. آره عجیبه، با اینکه مثلا هیچ وقت نتونستم اثبات بکنم که این مثلا دقیقا چه کسی بود، اسم واقعیش چیه، اصلا کارش چی بود، ولی خداییش من حس واقعی و قلبی من اینه که گنگستر بود خداییش. ولی خب توی کتاب هم اسم خودشو و اسمی که بعداً فهمیدم چی بود هر دوتا رو عوض کردیم، یعنی اونی نیست که شما فکر میکنید. منتها همون اسمی هم که من توی کارت پروازش دیدم هم اونم هیچ جای اینترنت وجودی نداره و هنوز بعضی وقتا مثلا همونطوری عشقی مثلا من میرم سرچش میکنم میرم پیداش میتونم بکنم، اصلا وجود نداره این آدم. آره عجیبه واقعا. و حتی مثلا مأمور توی کتابم اینطوری نوشته بودم، چون اون زمان حقیقت اینطوری بود که من نمیدونستم این آدم کیه. منتها الان که زمان گذشته 100% با اطمینان کامل میتونم بگم که او یک اطلاعاتی بود که از طرف دولت هند اومده بود. چرا میتونم به اعتماد بگم؟ چون زمانی که من تو ایران بودم تو این 6-7 سال بارها شده بود که من توسط اطلاعات ایران بازجویی بشم و انگار طرز حرف زدن این دوتا شبیه به هم بود. میدونی حتی طرز نشستن، یعنی من حالا تو کتاب ایران قطعا بیشتر راجع به این حرف میزنم، ولی یه مثال ریزی بخوام بزنم، یکی از زمانایی که من توی ایران بازجویی شده بودم، آقایی که داشت منو بازجویی میکرد خیلی رفتارش شبیه به این خانومه بود. یعنی با اینکه آقا بود و مثلا جمهوری اسلامی، من جایی که نشسته بودم اومد و انگار مثلا 2 سانتیمتر به صورت من نشسته بود و سوال از من میپرسید که من یاد این خانومه انداخت که نمیدونم اینا از روی یک کتاب مثلا چیز میشن، چی میگن، یاد میگیرن که چجوری اطلاعاتی باشن. نمیدونم چجوری بود که این دوتا اصلا واقعا یه نفر بودن و این برای من اثبات کرد که اون خانم مأمور قطعا یک اطلاعاتی بود، چون شباهت زیادی داشت با این آدمایی که من توی ایران متاسفانه باشون مواجه شده بودم که حالا توی کتاب ایرانم راجبشون نویسم. و با اینکه اون خانم خب واقعا من ترسون دیگه، تو اون شرایط خیلی شرایط وحشتناکی بود و شاید مثلا وقتی که داری میخونی نتونی واقعا درک بکنی، ولی وقتی که واقعا اونجا هستی خیلی شرایط وحشتناکی بود. چون منم تجربه نداشتم با اینجور آدم‌ها، اصلا نمیدونستم که همچین چیزایی هست. آره مثلا شنیده بودم، دیده بودم، فیلم دیده بودم، ولی اینکه خود من توی همچین شرایطی باشم و یه کسی بیاد معلوم نیست از کجا و بخواد اینطوری منو تهدید بکنه یا منو بترسونه، خب خیلی چیز عجیبی بود. ولی خب با این حال وقتی که از هند خارج شدم اولین کارم چی بود؟ اینکه اومدم بزرگترین برنامه تلویزیونی ایران مصاحبه کردم راجع به زمان هند. یعنی دقیقاً اون کاری که اون خانم گفت که نکن من اومدم کردم. خب چرا؟ چون نمیخواستم دیگه اونا منو کنترل بکنن.
توی ذهن من این بود که شما به اندازه کافی زندگی منو نابود کردین. من نمیذارم، من اجازه نمیدم تا آخر عمر منو خفه بکنید. و اون زمان واقعیتش اینطوری نبود که فکر میکردم که قابلیت اینو ندارن که یه بلای سر منو بیارن. تو اون زمان من اینقدر غرق ناراحتی بودم که برام مهم نبود. من اول که اومده بودم ایران اینقدر غرق ناراحتی و دلتنگی و غم بودم که فکر کردم بعد از ماه عسل هر اتفاقی هم بخوان برای من یعنی هر بلایی هم بخوان سر من بیارن مهم نیست. خیلی بده گفتنشا، ولی واقعیت این بود. برای مهم نبود. اینقدر خسته و داغون و ناراحت بودم. ولی خب الان خیلی زمان گذشته از اون زمان و هنوزم اون حسو دارم که نمیخوام که اونها زندگی منو تا آخر اون کنترل بکنن. آره شما به من گفتید که راجبش حرف نزنم. چرا من باید به حرف شما گوش بکنم؟ من اثبات شده که تمام اتهاماتی که اونا گذاشته بودن روی من اثبات شده که تمامش الکی بوده. یعنی شما هستین آدمایی که باید تا آخر عمر بیاین و راجبش حرف بزنین و از من معذرت خواهی بکنین، نه برعکس که بیان تازه منو تهدید بکنن که نری یه وقت حرف بزنی که ما چقدر بد بودیم. میدونی چی میگم؟ آره به خاطر همین نه هیچ وقت هیچ اتفاقی برای من نیفتاد و خب پیش اومده بود توی زندگیم بارها که مجبور بودم که مخصوصا برای مثلا سفرم تو جاهای مختلف به خاطر اینکه زمانی که من توی هند بودم زمان طولانی مدتی بود، بعضی جاهایی که بعد از هند میرفتم لازم بود که مثلا یه دونه رپورت پلیس ببرن نشون بدم که مثلا هیچ اتفاقی تو اون زمانی که من تو هند بودم نیفتاده بود. این کارا رو مجبور بودم تو کشورهای دیگه انجام بدم که مثلا فرصتی میشد برای اونا اگه میخواستن اذیت بکنن میتونستن اون زمانها اذیت بکنن، ولی خب خوشبختانه این کارو نکردن و فکر کنم درسشون رو یاد گرفتن که با این خانم ما نمیتونیم در بیافتیم، این بد جور میچسبه به ما. و ای کاش واقعا درس بگیرن، ای کاش واقعا یاد بگیرن که نمیتونی با هر آدمی این کار رو انجام بدی و با هیچ کس من بعید میدونم البته که سیستم غذایی هند تغییر کنه به این زودی و من بعید میدونم، چون فقط بحث سیستم غذاییش نبود، خیلی چیزای فراتر بود دیگه. اون کست سیستم، همون سیستم طبقاتیش به اندازه کافی چقدر زندگی آدم رو نابود میکنه. اون رفتارهایی که نسبت به خانم‌ها انجام میدن، میدونی چقدر زمان میبره تا این رفتارها اصلاح بشه؟ یکی دوتا مسئله نیست، خیلی خیلی جا داره برای پیشرفت اونجا، خیلی. ولی من هدفم این بود و این هست و تا آخر عمرم دست بر نمیدارم تا اون آدم هایی که این کارا رو کردن به درستی مجازات باید به درستی مجازات بشن، چون مطمئن هستم که ادامه میدن به آزار و اذیت دیگران. من آرزوم این هست که اون آدم ها مجازات بشن و امیدوارم که یه روزی این اتفاق بیفته. خیلی از آدما توی سالهای گذشته و مخصوصا حال زمانی که من تو ایران بودم گاهی از من میپرسیدن که مثلا من با بچه‌هایی که تو هند بودن ارتباط دارم هنوز یا نه، و خیلی وقتا جواب دادن این سوال برای من سخت بوده، چون یه جواب ساده بله و خیر نبوده و نیست. ولی خلاصش میتونم بگم که الان در حال حاضر نه، ولی خب خیلی پیچیده تر از اینه. یه مدت طولانی از راه دور ازشون خبر داشتم، ولی خب بعدن یه اتفاقاتی افتاد که حالا بعدن تو کتاب ایرانم فکر میکنم که بهتره که بگم تا اینکه اینجا براتون بگم. ولی خب خلاصش اینه که نه، من با بچه‌ها ارتباطی ندارم. ولی خب نمیدونم که چیه درونم که حس میکنم که یک روزی اونا منو پیدا میکنند. نمیدونم، این حس من شایدم از خودم این حسو درآوردم که به من آرامش بده. شاید یه راهیه که خودم مثلا اختراع کردم که کمتر قصه بخورم. نمیدونم چیه، منتها واقعا توی اعماق وجودم باور دارم که این بچه‌ها و من
یک روز دیگه همدیگه رو میبینیم یک جایی توی دنیا، نمیدونم کجا، ولی مطمئنم که من بچه ها رو دوباره میبینم. این آرزوی منه و مطمئنم که یک روزی این آرزوم برآورده میشه. زمانی که کتابم داشت ترجمه میشد، من تو تمام پروسهش کنار همسرم بودم، چون همسرم بود کسی که کتابم ترجمه کرد و دلیل این که من تمام وقت توی ترجمه دخالت میکردم این بود که دوست داشتم که کتاب فارسی هم یه جورای زبان خودم باشه. میدونی چی میگم؟ نمیخواستم که اون همین که الان اول ویدیو گفتم راجع به متنهایی که در واقع خودم نمی نوشتم اون زمان که پشیمونم. میدونی احساس میکردم که اصلا وقتی که الان میخونمشون احساس کنم اصلا یکی دیگه اونا رو نوشته بود. نمیخواستم یه همچین حسی رو از کتاب فارسی بگیرم. میخواستم از زبان خودم هم باشه. به خاطر همین وقتی که کتاب فارسی رو میخونیم قطعا از نظر دستوری شاید مثلا ضعیف باشه، شاید کامل انگار مثلا یک کسی که کامل مسلط به فارسی ننوشته باشه، شاید یه ذره از این حسو بگیرید. و دلیلش اینه که با اینکه همسرم ترجمه کرد من خیلی توش دخالت میکردم و فکر کن چقدر باید روی مخ باشه که تو مثلا فارسیت کامل خوب باشه و اون وقت یکی بیاد هی به تو بگه که بابا این کلمه رو عوض کن، من این کلمه رو دوست ندارم، بعد تو و اون هی به تو بگه که این کلمه آخه این جاش اینجا درست نیست، بعد تو هی بگی نه آخه من این کلمه رو دوست دارم اینو بذار. یه همچین داستانی ما داشتیم و به خاطر همین دوست داشتم اینو به شما بگم که این فارسیش یه جورایی زبان خودم هم هست. نمیخواستم که اون حس بکنم که من کتاب انگلیسی رو نوشتم و این فقط ترجمهشه، چون بعد اون حس جدایی رو من میگرفتم از کتاب فارسیش. الان اون حس جدایی رو ندارم نسبت به فارسی. احساس میکنم فارسیش رو هم من هم نوشتم. میدونی چی میگم؟ آره اینو دوست داشتم، حالا اگه قبلا نگفته بودم امروز توی این ویدیو گفته باشم که این فارسیش هم فوق‌العاده من بهش افتخار میکنم به خاطر اینکه رد پایی از من هم توش هست. آره و شاید هم این سوال براتون پیش بیاد که خب چون خیلی از مسائل خیلی در واقع غمگین و خیلی سخت توی کتابم نوشته شده که همسرم در واقع ترجمه کرده دیگه، خونده و میدونه. و اینو دوست داشتم شفاف و کامل به شما بگم که نه تنها هیچ مشکلی با گذشته من نداشته، بلکه تنها کسی که من توی زندگیم داشتم که فوق‌العاده و بی نهایت منو تشویق کرد به نوشتن این کتاب او بود. یعنی من مطمئنم که هیچ کس تو زندگی من بیشتر از اون به من افتخار نمی‌کنه و به خاطر این خیلی ازش قدردانم. از اینکه متوجه بود و هست که گذشته منم با اون چیزی که امروز هستم ساخت. بدون گذشتم من اون چیزی که امروز هستم نبودم و او قطعا عاشق امروز منه دیگه، عاشق گذشته من که نیست. به خاطر همین اصلا نه تنها مشکلی نداشت به گذشته من، بلکه فوق‌العاده هم افتخار میکنه و این فکر میکنم اصلا رابطه ها باید اصلا اینطوری باشه. شما باید بتونی کامل و بدون ترس گذشته تا به اون کسی که دوست داری بتونی بگی. من از اینکه کتاب رو تمام کردم فوق‌العاده خوشحالم، از اینکه شما یک بخشی از منی که سالها بود انگار مثلا یک راز درون خودم نگه داشته بودم الان شما میتونید بخونید و گوش بکنید. فوق‌العاده خوشحالم و لحظه شماری میکنم تا کتاب‌های بعدی. کتاب بعدی هم که شما میدونید که من شروع کردم، امیدوارم تا 1-2 سال آینده اون رو هم تمام بکنم. مرسی که ویدیو رو تا آخر گوش کردید. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.